درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. چون همیشگی در خدمت شما من مریم دولتو هستم و همکار عزیز ما محمود کبیری. با ما باشید. موضوع امروزه ما رشک است. رشک یکی از زهرهای قاتلی که به روزگار ما میتواند خیلی تلخی ها وارد کند. یکی از احساساتی که با وجود آنکه در بعضی حالت ها میشود که میگن که ننگ و ناموس است و کم چیزهای دیگر است که کوشش میکنن که به آن یک چهره مثبت بدهند، ولی همیشه رشک از احساسات منفی است. و امروز ما میخوایم معین کنیم که سرچشمه هاش از کجا است. در آغاز من میخواستم برای بینندگان یک چیز را معین کنم که بین رشک و حسد یک تفاوت است. این دو احساسات یک خیل نیستند. حسد دیاپازون خیلی وسیع دارد. آدم حسد برنده میتواند به آدم ناشناس هم، به آدم بیگانه هم حسد برد. مثلا سر کوچه میبرد، یک از با ماشین زیبایی میگذرد و در دل آدمی که حسد میبرد یک احساس ناگوار پیدا میشود. وای دارد من ندارم. این حسد است. ولی رشک در حالت سر میزند که در بین آدمان مناسبت های خیلی نزدیک صورت میگیرند. رشک در دایره عائله، در دایره دوستان میتواند یگان پیدا شود. اگر در عائله اگر به خاطر بیاریم، رشک زن و شوهری است و میتواند بین کیلین خوشتامن هم رشک سر زند. پس رشک چیست؟ رشک این یک احساسات منفی است که هنگامی که یک نفر در مرکز توجه است، دیگران هم میخوان که در همون جا باشند، یعنی درباره همون آدم باشند. و غیر از این رشک مخصوصیت جنسی خودش هم دارد. رشک مردان از رشک زنان فرق دارد. خصوصا اگر برگردیم باز هم به عائله و رشک زن و شوهری، از نگاه روانشناسی رشک مردان در اکثر حالات از اون سر میزند که مردان زن را مال شخصی خودشان قبول میکنند. مناسبتشان به زن همچون به مال است، یک مالکیت من است و او حقی با شخص دیگری صحبت کردن، رفت آمد کردن، گپ زدن، من نمیدونم با کدام یک مناسبت دیگر بنیاد کردن ندارد. یعنی زن رو همچون یک شخصیت الهیده با طلبات و احتیاجهای روانیش اعتراف کردن نمیتوانند. در این حالت این رشک پیدا میشد و اون رو خصوصا رشک مردان رو در بعضی صحبت ها وقتی که من همچون روانشناس بعضی صحبت میکنم، مردان اعتراض میکنن، میگن که اگر رشک نباشد ننگ و ناموس عائله رو مرد نگاه داشته نمیتواند. وقتی که عمیق‌تر نظر میکنید اینجا هم همون ترس است. ننگ و ناموس مردانه یعنی چی؟ یعنی زنی من یا دختری من یا خواهر من با لباسی که برای من معقول نیست، عمیق‌تر به جامعه معقول نیست، به جای رفت کسی با اون نگاه کرد و ننگ عائله من داغدار شد. یا ننگ عائله در اینجا چی معنی دارد؟ آدمان درباره عائله من بد گفتند، عائله من رو تعریف نکردند و چون من سرور عائله هستم، این ننگ، این بی آبرویی به آبروی من هم ضرر میرساند. یعنی باز هم ترس از گپ مردم است. اینجا اگر درباره شرف عائله رو نگاه داشتن باشد، حالا که اگر که من پدر باشم و شرف عائله رو نگاه داشتن خواهم، اون راههای دیگری حمایه رو اونجا پیدا کردن ممکن است. با اون دختر، با اون فرزند، خب پسر باشد خود دختر، طرز رفتار رو، طرز لباس پوشی رو قدم به قدم آموزاندن ممکن است که در جامعه شما خوب قبول کرده شوید. و اینجا محک ریشه سرچشمه باید محبت باشه، ترس نی. البته بسیار عجیب. حالا بینندگان گرامی درک کردن که در حقیقت ما یک موضوعی را برداشته ایستادیم که نه کم از 80% عائله ها به این گرفتارند و از یک طرف رشک یک پیوست کننده، مستحکم کننده مناسبت های درون عائله هست. از طرف دیگر او از حد گذرد، این مستحکمی به سختی مبدل شده میتواند که زیانی برساند و کسانی که حالا ما رو میبینند بگذار به شناسان خود، نزدیکان خود تلفن کنند و آنها را از این بگذار، این فرزندانتان باشند، بگذار شناسات، بگذار کسانی که شما میدونید آنها بیمار هستند، تا اینکه از این اطلاعات امروزه برخوردار شوند. چون که البته تلویزیون نه تنها اطلاعات میدهد، بلکه برنامه های تلویزیونی میتوانند توابت کنند
و این ما میتوانیم تلتراپی هم بگوییم. بله بله. برای این بیشینید روز گوش کنید و فکر میکنم که ما امروز میتوانیم اون گیره های که در این چیز بسته میشند آنها رو بکشیم و اطلاعات خوب بدهیم و آدمان را آن راههایی که اگر رشک از حد زیاد گذشته باشد آن راههایی را نشان بدهیم که توانند و نزدیکان خود به خودشان کمک کنند. بله درست است. خوش اگر برگردیم باز به اون که رشک زنانه و مردانه می شود، حالتی است که مرد به خودش باوری ندارد، خودش رو محبوب حس نمی کند. این سرچشمه این حالت ها در مورد به وجود می آیند در ذهن انسان که کودک در طفلیش انمان محبت رو به قدر کافی نگرفته باشد. ما در برنامه نخستینمون گفته بودیم که محبت سرچشمه تمام خوشبختی هاست. اگر در کودک رو در خردی به قدر درکاری همین نیروی محبت رو نداده باشند، در ضمیر انسان همون حس محبوب بودن استوار نمی شود و ترس اون که مرا دوست نمی دارند می تواند در شکل رشک نیز ظاهر شود و این گونه حالت هم به زنان و هم به مردان یک خیلی منسوب است. رشک زنانه مثلا یک سبب های رشک زنانه این ترس تنها ماندن است، ترس از دست دادن همین مردی که مثلا شوهرش است که اگر که با زن دیگر مناسبت پیدا کند مرا پرتافته می رود. این هم همون حس ناباوری زن نسبت به خودش است. یعنی اگر که شوهرم پرتافته رود مرا دوست ندارد من چی کار میکنم؟ یعنی زندگی خود رو به همون شوهر تصور کرده نمیتواند. حالا که در چنین حالت ها پیوند از رشک استوار نمی شود، پیوند برعکس از رشک ضعیفتر می شود و در عائله خواه مرد رشکین باشد خواه زن وقتی که از معیار میگذرد عائله را ما عائله خوشبخت و سالم گفته نمیتوانیم. اینجا نازکی است بگذار درک کنند بینندگان گرامی، در حالتی که چنین فکر پیدا می شود یا اینکه احساسات، چون که دو نمود آدم ها هست که به ابراز و تصویرها اندیشه رانی میکنند و بعضی از به فکر اندیشه میکنند. در حالت پیدا شدن چنین احساسات و چنین فکرها البته بدانند که یا که به همان کسی که آن نسبت رشک نسبت به او پیدا شده است بگویند، بگویند که من چنین احساسات دارم، من چنین فکر دارم، فکر تو چیست؟ یعنی که اینو پنهان نکنند. اگر پنهان شد زم می شود و روز این انرژی نیروی ناریزا روانش را کسل می کند، آن عائله آبادش برهم می زند و در حالتی که از آن در اظهار کردن کمک نگرفت می توانند با مصلحت یکدیگر نزد روانشناس بروند. بله. و در حالتی که روانشناس هم کمک کردن نتوانست می توانند بر روانشفا مراجعت کنند. یعنی که در جمعیت ما مکانیزم هایی هست که اگر آنها درست استفاده برده شوند مردم می توانند از این مشکلی خلاص شوند. بله واقعا از بس که رشک احساسات است و احساس را آدمی زود اداره کردنش دشوارتر است، هنگامی که رشک به وجود می آید تخیلات رنگین آدمی بعد رشک در نظر او منظره های نشان میدهد که اصلا واقعیت ندارند. مثلا مرد از کار آمد شاید نیم ساعت دیرتر آمد و هنگامی که زنش مثلا نمیدونم کرتای وی میشد اونجا یک طور موی بیگانه را میبیند. شاید اون در اتوبوس باشه، شاید بله درون لیفت شده باشه. بله و میتواند حالت ها گوناگون باشد و برای آدمی که بدرشک است همین یک طور موی باعث اون میتواند باشد که در پیش نظرش هزار منظره که اصلا واقعیت ندارد در هیچ جا نیستن با وجود بیارد و پیش از همه آدم بدرشک خودش اذیت میکشد. اون نه تنها دیگران رو بدبخت میکند برشک خودش، این زمان اذیتی که خودش میکشد اون عذابی که در بسر خودش به دست خودش بار میکند از عذاب دوزخ کم نیست. و شما درست میگید که در چنین حالت بهترین راه حل خصوصا در عائله به همون شوهر مراجعت کردن، گفتن که این آرام و نه به احساسات داده شدن به جنجال خرخشه، گفتن ممکن است که شما از کجا اومدین طوری موی از کجا شد، یا که اگر که بسیار گفتن جرأت نکند، مردایی هستن که زنها نه همیشه جرأت میکنند با شوهرشون در این موضوع صحبت کنند و میتواند خودش فکر کند که میتواند گفت که کجا رفته بودید، از کجا آمدید، که برای خودش معین کند که این موی سر از کجا آمدنش ممکن است. غیر از این حالات هستن که مثلا در صحبت‌های روانشناسی ما با این گونه مثال‌ها بسیار دچار میشویم که در جای کار خصوصا در جوانان گونه شوخی‌های اصلا بی مورد رو میخورند که تلفن میکنند
به زنش میگن که رفیقاش جوراش تلفن میکنن به خاطر که اینا شور اندازانه همچین شوخی میفهمن که شوهرت اینجا یک جانونه قد چخ چخ کرده شش است. اگر زن به شوهرش باوری نداشته باشد، شوهرش خوب نشناسد، همین یک زنگ تلفنی میتواند باعث یک فوجیه شود، باعث در حالت خوب باعث یک جنجال خردکک شود و بعد آنها انگار فهمن آشتی کنن و گویند که باید مثلا رفیق برای شوخی تلفن کرد و میتواند حالت به فوجیه های دیگر هم آدم گرفتار شود. این حالت ها هم هست و این گونه تست های روانشناسی در ناخنک شوخی آمیز نشان دهنده آن میشود که همین زن و مرد به همدیگر اعتماد ندارند. اگر من شوهرم خوب شناسم، یک تشخیصی بله تشخیص مناسبت است. بله، وقتی که زن شوهر به همدیگر خانه دور میشوند، در آغاز باید مسئله اعتماد رو حل کنند و شاید در صحبت‌های اول همین مسئله رو بین خودشون گذارند. میتواند مردی است که مرد یا زنی است که ذاتاً بدرشک است، خودش میشه که میتواند اقرار شود گوید که من بدرشک هستم. بله میتواند گوید که من خیلی بودم بدرشک هستم، احتیاط شود که من خودم سرچ کردن نمیتوانم، با من کمک کنید. یک نوعی عصب آدمانی هستند که نوعی عصبی استروئیدی دارند یا که اپیلپتوئیدی. اینها اساساً بسیارتری وقت در نوعی عصبی زنان میشوند و خود هیستروس هم معنای رحم مادر بچه‌دار ندارد. برای همین چنین تشخیص در تیپ هست، چون که طبیعت زن بعضاً چنان ظهورات میکند که حتی عالمان هم در معین کردن آن حیران میشن. ولی به هر حال باز این نوع طبیعت اگر که آنها در حالت شنیدن اخبارات یا که یگان اطلاعاتی که با او بدهند که چنین واقع شده ایستاده است، تیز به گوش باور میکنند. بله. و در این حالت خوب میشد که یک مکانیزم در درون معاینه سر شود که اون عکس العمل روانی که در آنها میشد او را نگه دارند. و با کسانی هستند که با چشم تا با چشم نبینند باور نمیکنند. بله. حالت‌های میشد که شاید در حالت‌های ناگوار، مثلا نشان دادن صورت‌های گوناگون که شاید اون فوتومونتاژ باشد، بله. یا اینکه دیگر چیزهای دیگری که اون رو مونتاژ کردن نشان میدن، یا خودش از دوری میبیند که مثلا دست او رو خپیده است یا که چیز دیگری او رو برداشته راه، که همراهی او بودن نشان میدن. در این حالت هم باید انسان اندیشه کند، بایستد گوید که با چشم هم باور نکند. فقط یگانه چیزی که در این حالت که چی گوش چی چشم که اکثر مردم با اینها زندگی میکنن، خوب میشد که با عقل زندگی کنند. یعنی دلیل بینن و بینن که در حقیقت آن آدمی که در همین چیز متهم میشود چی میگوید و دلیل های او را گوش کنند. چون که ما اگر دقت دهیم به فیلم های خارجی میگن که عزیزم من همه چیز میفهمانم، یعنی که بسیار سخن عجیب است. بله، همش رو میفهمم، همش رو من میفهمم، همه چی سبب دارد. و برای همین خوب میشد که همون آن خلاصه ای که مردم در حالت شنیدن و در حالت دیدن میکنند، باید پیش از آن که خلاصه خود برانند اول یک آرامی روانی با آنها لازم است. بگذار بشینند، مصلحت کنند، صبر کنند، چون که احساسات بلند میکند و هر کاری در حالت احساس قبول میشود. آن با سبب خطایی میشود و یک عائله مستحکم میتواند که ویران شود. بله واقعا چنین است. و بعضا حالتایی میشود که مرد یا زن به شوهر به قول دستک میدهند، یگون سبب میشود. بیشتر در عائله تاجیکی این خاص مردان است. یگون دوره میشود که به قول سرشون چرخ میزند و واقعا خیانت میکنند، به خیانت متهم میشوند و این زن باوری را از دست میدهد. و در این حالت برقرار کردن باوری واقعا کار بسیار دشوار است. اینجا حتی کار از رشک هم میگذرد، کار به دلماندگی میرود و این زن دیگر برای که باورش برقرار شود خیلی اون مرد باید زحمت بکشد. و در این مورد هم آدمان باید یکدیگر رو بفهمند، زیرا مثلا وقتی که رشک به وجود می آید و جوش و خروش احساسی پیدا می شود و خود زن خواه مرد می خواهند اون کسی که با آنها گویا خیانت کرده است، در بعضی حالات است که اصلا درباره خیانت هم نمی رود، با او امکان بدهند، امکان چی میگن حق غلط کردن دارند. بعضا می شود که آدم اشتباه میکند،
خوش مثلا یک کس با یک کس تلفن کرده است در حالتایی که مثلا در مسئله رشک خیانتی زنان در نخونک سخن می رود بعضا می شود یک زنگ تلفنی دخترک مثلا با همسنفش یا با یک رفیق پیشترش که او با تلفن دخترک زنگ میزند این مرد کیست برای چی به تو زنگ میزند یعنی با این زن حق نمیدهند که با یک همکورسش همسنفش یک رفیقی که زمانی داشت در یک موضوع عادی هم صحبت کنه آدم میتواند از اون که جنسی اونها گوناگون است رفاقت از بین نمی رود این گونه حالت ها هم هستند که این دخترک رو متهم میکنن با اون که با مرد بیگانه صحبت کرد هنوز موضوع صحبت را کسی نشونده است زیر زنگ تلفنی در مثلا در چنین تکنیک نیست خوشبختانه که همه زنگ‌های تلفنی رو ما گوش کنیم بسیار جای نازک است بله ما در روش کار خود میبینیم که بسیار وقت مردان در درون سمکه های زنان خود اپارات های ثبت کننده میگذارند و بسیار نازک میکروفون های میگذارند که از یک که سوزنه کم کلانتر نیست و بعضا با واسطه در تلفن باز کیم خیلی یک مکانیزم دیگری میمونند یعنی که به هر حال این چیز حالا میکنند و وقتی که در مسئله یعنی که با تکنیک خواستن اثبات کردنی همون رشک و خیانت رو اگر با این خواستن این سرحد بیماری است بله بله این باید خودشان بدانند که این سرحد بیماری است و یکم سرحد بیماری رشک در اون سر میزند که میخواهد که قصد خودش گیرد بله این وقتی که تعقیب سر می شود تعقیب سر می شود نوباوری به حد می رسد که هر یک قدم اون زن یا اون مرد زیر نظارت شدید قرار می گیرد زنان هم هستن که هر یک کاری شوهرشون رو میخوان نظارت کنن به جای کارش رسید تلفن میکنن میپرسن که اونجا کی کار میکنند زن‌ها هستن که رفته همون این رو تفتیش میکنن که چند زن کار میکنند چند مرد کار میکنند شوهرش مثلا در کدوم کارگاه نشسته با زن هم شفاعت کار میکنند یا با مرد هم شفاعت کار میکنند این گونه زن‌ها که با مثلا با رشک بیمارگونه گرفتارن نیست کم نیستند یا که وقتی که مرد از کار میبید تو طفلی رو بو میکشن که کجا رفته بودی با کی بودی با کی صحبت کردی تلفنی رو اس ام اس رو همیشه تفتیش میکنن این گونه رشک وقتی که خود در مرد باشد خود در زن باشد واقعا اونهایی که به این رشک گرفتارن بدانند که بیمار هستند بدانند که آنها باید به کسی مراجعت کنند و متخصص مراجعت کنند تا از این حالت خودشان رو هم برهانند و اهل خاندان رو هم از این شکنجه دائمی نظارت دهشت انگیز و در عین زمان تحقیر کننده برهانند زیرا در چنین حالت وقتی که در عائله رشک است در اون عائله آرامی نیست هیچ کس نه یگان اعضای عائله نه فرزندان نه کلانسالان نه خودی اون زن و شوهر آرام نیستند البته باز یادآور میشیم که موضوع درباره رشک است و این رشک یک سایه محبت است یک آفت محبت است و اگر از حد گذراند میتواند عامل ویران کننده عائله شود و اگر باز سخت‌تر شود میتواند سببی از دست دادن حیات باشد سببی بدبخت شدن عائله و اون اعضایان عائله شود البته باز خیلی یادآور میشیم که رشک در نتیجه کم بودن دقت به یکدیگر در نتیجه اون میشد که وقتی انسان دقت ضروری رو به خود نمیگیرد بگذارین فرزند باشد بگذارین مادر باشد یکی از مثلا رشکایی که ادیب کامپلکس میگویند وقتی که پسر میبیند که دقت مادرش نسبت به پدرش زیادتر است در تگ دل خود یک نفرت نسبت به پدرش پیدا میکند وقتی که ما نسبت به دختران میبینیم که دقت پدر نسبت به مادر زیادتر است چون که بعد 3 سالگی میشناسند که جسم آنها گوناگون است آن وقت رشک آنها نسبت به مادر پیدا میشد یعنی که این چیز در ایجادیات گذشتگان ما هم هست که این چه شروعی است که در دور قمر میبینم گفته یعنی که وقتی که دور قمر 7000 سال که میگذرد و دورش آمده است وقتی که جمعیت نهایت آدم انسان اجتماعی خالص اجتماعی میشود وقتی که مناسبت ها با یکدیگر نهایت در درجه اول می ایستند و یکی از پرینسیپ های حیات حاضره این ساختن مناسبت است بله و همون کودک می تواند رشک کند و رشک او با واسطه شبمیزی می تواند ظهور شود با واسطه لکنک می تواند ظهور شود با واسطه می تواند گریه هایی که مثال نیم شب می خیزد و حتی رشک سختترین می تواند به بیماری اپیلپسی سر بیارد
و این نشانداد اون است که بینید که چقدر اثرات او در جسم انسان میرسد و رشک را کم ندانند. بله. البته باز هست که رشکی که نه تنها مثلا وقتی که بسیار جوانان روبرو میشوند، یکی از اون مناسبت های تیز و تندی که در خانه مناسبت بین خوشدامان و کلین هست. بله. که حتی که مردم ما 4 پیر و 4 تدبیر گفتند و این بیهوده نگفتند، چون که میخواستند که این چنان شود که اگر تو خوشدامانت صورت احترام نکنی پس پدر و مادر خودت احترام نکردی گفته. برای همین وقتی که رشک مادر نسبت به کلین پیدا میشد میبیند که دقت پسری او را گرفته است. بله. این هم سرچشمه همون چیز است، یعنی نرسیدن محبت است، نرسیدن مناسبت و محبت. بله. من عادتا در صحبتایی که خصوصا این مسئله رشک کلین خوشدامان برای پیشگیری کردن، زیرا این هم یک مشکل سخت پیدا می شود در خاندان وقتی که این رشک علنگه دارد همیشه. اینجا هم مردی برکمال، اون که جوان که خانه‌دار شده است و به خانه عروس آورده است، باید ان همین نظام رو رعایت کرده تواند و به مادرش باید گفته تواند که زن آوردن او، زن دار شدن این معنای کم شدن محبتش به او نیست و همین محبت رو نشان داده توانستن لازم است. جوانان خطا میکنند، دقت خود رو بیشتر میدهند. بله. و اویله خود و دقت خود نسبت به خواهران، نسبت به مادرانی که هر روز همراه آنها بود، احساسات جدا میکرد میداد، یعنی تامین احساسات مثبت میکرد، نارسایی احساسات در آنها پر میشد. در این وقتی نارسایی احساسات دیده میشد، فکرهای ویران در سر پیدا میشد، شاید فکر میکند که این رو تماما میگیرد از ما و این به محافظت میماند و برای مقصدهای غرضناک خود پس در زندگی این کس استفاده میبرد. بله. از بس که در چنین حالت مادر نمیتواند فرزند خودش را گناهکار کند، زیرا فرزند را گناهکار کردن خود را گناهکار کردن است. حس خود گناهکار کنی بسیار حس وزنین است و آدمیزاد این احساس رو برای خودش بار خود را سبک کردن ارسال میکند، پرینوس می شود، به قول اسکاپیسم میگن، میگریزد از درد خود گناهکار کنی و اون رو بار میکند به سر کلین. همین آمد پسر ما رو کشیده گرفت. حالا که معمولا 80% حالت ها کلین ها رو، عروس ها رو ما برای پسرمون خودمون پدر مادر انتخاب میکنیم، ما آنها رو میآوریم، ما خودمون پسر گرنگ میکنیم که زنگیر خانه دار شو، یک از خانه من بیاید من نبیره دار شم و غیره و کذا. ولی بعد که عروس با اون خانه دان اومد می شود حالت هایی که مادر محبت رو تقسیم کردن نمیتواند و اینجا البته خرد مادرانه لازم است که در یک دوره اولی که مثلا ماه اصل است، دوره که شیرینی شو عروسی اونها است، دوره که اینها باید به همدیگر رو واقعا خوب بشناسند، با اونها امکانیت دادن لازم است که هر قدر میتوانند به همدیگر مهربان باشن، زیرا اون دخترک به خاطر این پسرک به این خاندان آمده است و این مرد باید خیلی مهربان باشه نسبت همسرش، خصوصا در دوره اول زندگیشون که او به این خانه وارد شود و در این مورد مادر باید کمک رسان باشد به پسرش و اون مرد هم باید همون ترازوی با عدالت خود را ساخته تواند و به مادرش گفته تواند مادر جان من تو رو بسیار دوست می‌دارم، تو همون مادری بودی که هستی و هیچ دیگر نمی‌شود، ولی یک ذره وقتی من برای این دخترک هم لازم است که او اعضای خاندان ما شده است، او فرزند تو است، در خطر چند فرزند دیگر یک فرزند علاوه شد و از بس که من در اینجا کفیل او هستم، من در نزد خداوند در وقت نکاح گفتم که من با گردن میگیرم، به عهده خودم میگیرم، مشکلات این فرزند کسی رو به این خاندان آوردم و کمک کن به من که من با اون روی رسانده توانم که ما به هم دیگر خلل نرسانیم، با او کمک کنیم که اعضای عائله ما شود و پگاه به من تو خدمت کرده تواند، فرزندان سالم رو تولد کرده تواند، چون نسل رو دوام میده. بله، برای که ما عائله سالم باشیم. چون این است البته، چون که یک البته قواهای مرکز شتاب، قواهای مرکز گریز در مناسبت هستند. بعضا چون می شود که در مناسبت انسان ها از یکدیگر سیر میشن و میخواهند که آنها باز از یکدیگر دور باشند. بله. و باز خواهشی باز پیدا شدن، یعنی که مناسبت یک چیزی عادی نیست. در مناسبت انسان نیروی احساسی میدهد و اگر اینو مکانیزمش ببینیم در درون معاینه سر، در معاینه نیمکره مغز راست گرمان ها حاصل میشن، گرمان های حلاوت بخشنده، حلاوت دهنده. برای از این لحاظ ما میتونیم رشک رو تقسیم کنیم. رشک میتواند رشک نفسی باشد، در حالتی که وقتی انسان از آن میترسد که حلاوت های نفسی خود را شاید از دست دهد، چی مثلا خورد و خوراک، مثلا چی داشتن، چی پوشیدن، چی هم نفس بودن، چی مناسبت های جنسی و ها کذا، میترسد که از همون حلاوت ها میماند. یعنی باز هم ترس است ریشش. البته ریشش ترس است که از همون چیز شاید گرفتن نتواند،
چیز دیگر است که میتواند که رشک احساسی باشد در وقتی آن که مثلا حلاوت محبت دادن، وقتی که آنها از این چیزا نمیگیرند، دقت دادن نمیگیرند و در این حالت گرمان های لازمی حاصل نمیشوند، انسان نارسایی، گرسنگی احساسی، گرسنگی محبت پیدا میشود، رشک ظهور میکند. در حالت میتواند که هم صحبتی، هم فکری، هم عقیده‌ای، یعنی که به یک عقیده یا که مصلحت کردن، در این حالت ترسی پیدا میشد که شاید او این کارا رو کردن نمیتواند، چون که اویله یک مکانیزمی است که در اویله هر کس یک وظیفه خودش اجرا میکند. هر یک کس، چی مثلا زن اگر درون خانه باشد، مرد شرایط بیرون را میبیند. رشک میتواند فرهنگی باشد، یعنی که از حساب آن که انسان یک محبتی فرهنگی میکند، روانی، که در آن مثلا احساسات فراست او را با فراستش حس میکند، محبتی او را دائم در خیالش هست، دائم در فکرش هست، دائم در خاطرش هست، او را حس میکند، میبینه که لمس میکند، دقت او دائم در او بند است. و رشک البته میتواند اجتماعی باشد. بله. مثلا نه تنها انسان ها، نه تنها عائله ها، بلکه در دولت هم، دولت میتواند که شهروندان خوبی خود را رشک کند و شهروندان میتوانند نسبت به اگر که دولت به آنها دقت ندهد میتوانند که رشک سیاسی داشته باشند، که بعضا حالت ما اپوزیسیون را میبینیم که در مناسبت میتواند که بعضی چیزهایی بگوید که اگر ظاهر آن پرده روانی آن بینیم آن رشک سیاسی هست. و البته رشک نه تنها در داخلی رشک حتی که در دین هم هست، در معنویات ما هست که خداوند رشک میکند بندهش را اگر بندهش دقتش را به دیگر چیز بدهد، به غیر خدا، یعنی رشک خداوند ظاهر می شود. پس رشک یک چیزی است که طرفای مثبت و البته در یک حدود معیار خوبش و طرفای البته از حد گذشت منفی خود را دارد. اصلا واقعا اگر که از این نگاه بنگریم، ما میتوانیم رشک رو همچون وسیله رشد استفاده بریم اگر ما با اون عاقلانه مناسبت کنیم. حتی رشک و حتی حسد رو، یعنی اینو هرچند احساس منفی هستند، یعنی در ضمیر ما یک ناگواری ها رو به وجود می آورند، ولی وقتی که مثلا اگر که گفتیم رشک سیاسی گفتید شما و رشک گفتید خداوند این چیزا رو گفتید، واقعا اگر ما می توانیم از اون حسد یا رشک سیاسی برای خودمون یک زینه بسازیم برای بالا رفتن. اگر برگردیم به عائله، من مثلا حس کردم که من اگر زن هستم، حس کردم که شوهر من با کدام یک زن دیگری توجه میکنه، زنی عاقله چه کار میکند، اون بردهایی که اون زن دارد آنها را از خود میکند. اگر طرز لباس پوشی باشد، اگر طرز رفتار باشد، اگر ببیند که شوهرش با هوس به اون زن مینگرد، چرا من چون او نباشم؟ اگر من امکانات رو ندارم. بله، ناموس رو بیدار میکند. در حسد هم اول قدمی او ناموس است. بله، در حسد مثلا وقتی که حسد مثال روشنش در همین ایجادکاران، در مردم، در که ایجادکاران مردم بسیار حساس هستند و هنگامی که من مورد حسد بعضی از ادبیات رو ورق زدم، یک نویسنده بسیار عجیب است، جولیا کامرون، و چیزی بسیار عجیب اونجا پیدا کردم و میگه که این همون استعدادی که شما دارید و اون رو تطبیق نکرده اید، این است باعث حسد شما. شما میبینید که کسی اون استعدادی که در شما هم هست اون رو روی آب برآورده است. در تلویزیون میبینید که یک نفر بسیار خوب سرود خوانده ایستاده است، در دل شما اگر حس ناگوار پیدا شد، بدونید که اون استعداد رو شما هم دارید، یعنی اون رو بجویید، تطبیق کنید، بالا اون کار کنید. یعنی هر چیزی که در ضمیر انسان طبیعت یا خداوند جای کرده است به خاطر رشدش جا کرده است، و وقتی که ما ان همین چیز رو همچون رشد استفاده نمیبریم، همچون زینه برای بالا برآمدن استفاده نمیبریم، اون پای ما رو میدارد و به اون رشک بیمارگونه‌ای که گفتیم می آورد. درست است. معمولا رشک بیمارگونه یک سبب دیگر هم دارد، اگر که در ضمیر انسان خودخواهی بالا گیرد، یعنی که اون شخصیت خود رو، من خود رو بالا گذارد و فقط برای خودش گفته. البته این اگوئیسم، خودخواهی که ما گفتیم، البته این آن وقت سر میزند که اگر دقت هم، محبت هم، مناسبت هم از حد گذرد. بله. مثلا اگر دقت، مناسبت و مهر بسنده نباشد، رشک سالم را بیدار میکند. بله. و اگر اون از حد گذشت، یعنی که تماما گوییم که نباشد، اگر اون وقت بیماری رو، نارسایی، مثلا یک بیماری هست، نارسایی
لمس دپریواتسیا میگن. برای این پیغمبر گرامی درود بر او میگوید که یتیمان رو سرشون را سیله کنید و این صفتی پرزیدنت کشورمون هم که در مسئله یتیمان رو دستگیری کنید، در مسئله مثلا که اگر شما میخواهید که خیر کنید. همین بیماری دپریواتسیا نمی شود اگر که یتیم را مناسبت درست کنند. و حتی ما میدونیم که مسئله یتیم در فرهنگ اسلامی ما نهایت سخت گذاشته شده است که در اون یک مناسبت خاصه را لازم است. همین نارسایی رشک هم میتواند که چنین بیماری ها را بیارد و روان انسان را، حالت واقعیتی او را یک طرفه کند و آن انعکاس او را نادرست کند که جهان بیرونه را انعکاس دادن نتواند. مثلا اگر در خردی دقت و محبت نسبت به فرزند زیاد شود، همون روانی او را، واقعیتی روانی او را ناراحت میکند که در کلان شدن همه وقت میخواهد که در مرکز دقت همه باشد. و این یکی از ما این چنین بیماران را میگوییم که بیماری استریا هست یا که استریس که نوروز استریکی میگن، یا اینکه شخصی که میخواهد در مرکز دقت باشد و آن را حتی که جنون یا که ولگاری هم میگویند. و البته وقتی که نارسایی شد هم بیماری میشد و از حد زیاد هم باید در مناسبت بدونیم که چقدر ما دقت بدهیم. مثلا وقتش باید میان کنیم که چقدر دقت بدهیم.